سلام به همگی. امروز میخوام در مورد دام بذار بیشتر یاد بگیرم صحبت کنم. شما ممکنه حرفه‌ای رو یاد گرفته باشین یا داخل یه چیزی تحصیلات خیلی خوبی داشته باشین و الان موقعش رسیده باشه که یک کار یا چه میدونم مثلا یک کار هنری رو منتشر بکنین، یا اگه مثلا طراح لباس هستین شروع کنین یه مدل لباس وارد بازار کنین یا چیزهای دیگه. اینجا یه اتفاق برای بعضیا ممکنه بیفته، اونم اینه که شاید به اندازه کافی بلد نیستم هنوز، بذار برم بیشتر یاد بگیرم. و این بذار برم بیشتر یاد بگیرم همانا و اون استارتی که شما قراره بزنید و هیچ وقت دیگه نخواهید زد هم. حالا نگم هیچ وقت منظورم واقعا هیچ وقت نیست، شاید واقعا یه روزی اون آدم به خودش بیاد. اما من هم برای خودم این پیش اومده، هم خیلی توی اطرافم دیدم افرادی رو که توی یک چیزی، حالا اینو که توی یک چیزی میخوام بگم صد خودم رو الان نگم، افرادی رو واقعا دیدم که مثلا طرف فوق لیسانس یه چیزی رو داره و باسوادترینه توی اون کار، باسوادترین، اما هنوز دنبال بیشتر یاد گرفتنه. دنبال اینه که بره پادکست بشنوه، نمیدونم بره مثلا دوره های مختلف رو شرکت کنه، ورکشاپ های مختلف شرکت کنه، کتاب بخونه و اون هنر، اون سوادی رو که داره به مرحله بهره برداری نمیرسونه، متوقف میشه اونجا و همش به خودت میگی آخه چرا؟ و این یک دامیه که ما خودمون برای خودمون میبافیم برای ترس از مواجه شدن با اینکه نکنه اگه منتشرش کنم دیگران بیان بگن این چیه، نکنه اگه ورکشاپ بذارم دیگران بگن این اونقدر باسواد نیست، نکنه اگه ورکشاپ بذارم کسی شرکت نکنه و میای خودتو با بیشتر یاد گرفتن اینکه جوری گول میزنی که ذهنت بگه خب اگه که داری اون کار رو انجام نمیدی پس در عوض داری یه کار مثبت‌تر انجام میدی، داری بیشتر یاد میگیری. ولی این واقعا یک فرار، یک راه گریز و یک گول زدن خودت. یه چیزی که بخوام بگم اینه که اولا همیشه اولین کار شما بد خواهد بود، اصلا فرق نداره. بذار تو 50 سال توی یک چیزی دانش کسب بکنی، اطلاعات کسب کنی، در نهایت اولین کار شما یک چیزیه که 1 سال بعد 5 سال بعد برمیگردی نگاهش میکنی و میگی این چه کاری بود من کردم، این چه ورکشاپی بود من برگزار کردم. اما اگه برگزارش نکنی، اگه منتشرش نکنی، خیلی اوضاع بدتر میشه. به خاطر اینکه خیلی چیزا رو ما در روند اون وقتی که دیگه داری انجامش میدی، مخاطب میبینتش، مخاطب ارزیابی میکنه تو رو، مخاطب نقدت میکنه، یاد میگیری، پیشرفت میکنی. زمانی که من پیش میومده کار میساختم، آهنگ میساختم و میگفتم خب این شاید به اندازه کافی خوب نباشه، بذار یکی دیگه هم بسازم، بذار یکی دیگه هم بسازم و این یکی دیگه ها هیچ وقت تموم نمیشه. من کارهایی رو دارم که از چند سال پیش ساختم و منتشرشون نکردم. اگه من اونا رو منتشر کرده بودم الان مخاطبم به من گفته بود دقیقاً چی میخواد و من الان شاید در جای بهتری قرار گرفته بودم و من یه جایی تصمیم گرفتم، گفتم اوکی وقتی در هر حال قراره خوب نباشه پس بذار منتشرش کنم، چرا منتشرش نکنم؟ و الان دارم این کار رو انجام میدم و میبینم نظر مخاطبم چیه، چه چیزایی دوست داره، چه چیزایی دوست نداره و اینه که باعث یاد گرفتن بیشتر شما میشه. نه پادکست های بیشتر، نه کتاب های بیشتر، نه ورکشاپ های بیشتر. الان ممکنه براتون یه سوالی پیش بیاد، مثلا بگین که فلانی رو من دیدم، نه پیجش رو تو اینستاگرام دیدم،
اون خیلی حرفه‌ای شروع کرده، خیلی خفن شروع کرده. ولی من معمولا حتی همون خیلی خفنا رو که دیدم و با خودم گفتم اوه چه این استثناست واقعا، این خیلی خفن اینجا شروع کرده. یکی از افرادی که توی اینستاگرام هست که خیلی ویدیوهاش با کیفیت بالای، ادیتاش تمیز و بی‌نظیره، زیزی سلیمیه، در مورد تکنولوژی و گوشی و چیزای اینطوری ویدیو میذاره. و بعد یه بار یه ویدیو گذاشته بود که ویدیوهای اول یوتیوبش رو گذاشته بود، نه نور خوب بود، نه میکروفون داشت، نه هیچی. و بعد یه بودم آها، پس اینم دقیقا همون شکلیه که واقعا واقعیت همونه. یا یه پیج دیگه از موجستور، اولش که اومده بود تو اینستاگرام یهو فالوورای خیلی زیادی جذب کرد و چقدر حرفه‌ای بود کارش. و بعد من متوجه شدم این آقا سال هاست که داره دوره های آموزش کلیپ سازی میسازه و میفروشه اصلا توی سایتش اگه اشتباه نکنم، و الان اومده وارد اینستاگرام شده که داره همچین ویدیوهایی میذاره. حالا فکر کنین این آدم هنوز داشت یاد میگرفت. خب مطمئنا ویدیو شروعی که توی اینستاگرام میذاشت به این خفنی نبود، چون تجربه ای نداری، تو کار عملی تجربه ای نداری. یک چیز دیگه هم که هست اینه که در نظر داشته باشید مخاطب شما، اگه شما آدم خیلی باسوادی هستید، ته یه چیزی رو درآوردین و الان میخواین مثلا یه ورکشاپ بذارین، اینو بدونین که مخاطبی که اون میخواد بیاد اون چیزو از شما یاد بگیره به اندازه شما باسواد نیست توی اون زمینه. خب گاهی اون بیشتر یاد گرفتنه از این میاد که میگی نکنه مخاطبه بفهمه من هنوز اونقدر خوب نیستم، من کارهای اولمه، نکنه سوتیامو بفهمه. واقعا مخاطب اینو متوجه نمیشه مگر اینکه یه آدم خیلی حرفه‌ای باشه و اون میاد برای شما کامنت میذاره که این کارت اشتباه، این حرفت اشتباه بود. که بازم میگم اگه خودتو در اون معرض دید قرار ندی، اون آدمه هم نمیاد اینا به تو بگه. خب از این نترسین که ممکنه سوتی های زیادی داشته باشین و اون سوتی ها رو همه بفهمن. شاید 1%، 5% آدما اون سوتی های شما رو بفهمن که واقعا سوتی هم نیست. بالاخره تو تازه داری شروع میکنی. و در نهایت من افرادی رو میبینم که داخل یک چیز باسوادترینن، بی‌نظیرترینن، اما یهویی توی اینستاگرام یهویی یه جایی یه نفر دیگر رو میبینن که اومده داره یه محصولی ارائه میده یا یه ورکشاپی گذاشته یا هر چیز دیگه و بعد این با خودش میگه این نصف منم نمیدونه و اصلا حتی ممکنه بهش بر بخوره بگه ببین این اصلا این هیچی نمیدونه در مقایسه با من. خب اما چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد اون شروع کرده و شما هم فقط میتونین ببینین و حتی ممکنه اون آدم ها دچار ناراحتی و یه حس افسردگی بشن و خودش بگه که ببین مثلا این داره نصف من چیز بلده، داره ازش پول در میاره یا داره این همه مخاطب داره ولی من ندارم. این شما نمیتونین اون آدم رو مقصر بدونین که چرا اون وقتی که اونقدر خوب نیست اومده و شروع کرده به کار کردن. به نظر من اینطور. منظور منم هیچ وقت این نیست که شما دیگه خودتون رو ارتقا ندین یا یاد نگیرین. منظور من اینه که اوکی یاد بگیر، یه مقدار ازش استفاده بکن، بعد دوباره یاد بگیر. فرصت برای یاد گرفتن زیاد هست. یه جایی بیا اینو نشون بده، بعد دوباره برو دوره جدید ثبت نام کن. و اینکه اگه که اطلاعاتی در زمینه دارید، واقعا سوادشو دارید، بیاید و خودتون رو نشون بدید به دنیا. هیچ وقت واقعا کسی نیست که بیاد شما رو کشف کنه یا بیاد کمکتون کنه برای اینکه خودتون رو نشون بدید به دنیا. خودتونید که باید این کار رو انجام بدید. خودتونید که باید برای جشنواره ها کاراتون رو ارسال کنید. خودتونید که باید هر طور شده چه میدونم تو یوتیوب ویدیو بسازید منتشر کنید. خودتونید که باید ورکشاپ برگزار کنید. و اینکه بعداً اگه که افرادی رو دیدین که
اونقدر که فکر میکنین به اندازه شما باسواد نیستن، دارن یه کاری رو انجام میدن، ناراحت نشید و نگید که این که هیچی بلد نیست و فکر نکنید که دنیا با شما سر ناسازگاری داشته، چون بالاخره شما یه روزی به همچین جایی میرسید. اگر تا الان هم نرسیده باشید، یک روزی برمیگردید و نگاه میکنید و با خودت میگی 5 سال پیش میتونستم شروع کنم، 1-2 سال پیش میتونستم شروع کنم، اما هی خواستم بیشتر یاد بگیرم، هی گفتم بذار یه دوره دیگه هم برم، بذار یه کتاب دیگه هم بخونم و بعد ممکنه به جایی برسید که دیگه خسته بشید از این که اصلا بخواید شروعش کنید و یهو ببینید چقدر رقیب دارید توی بازار که خیلی بیشتر از شما، زودتر از شما شروع کردن و الان مردم شاید به اونا بیشتر اعتماد داشته باشن، هرچند که میگم سواد شما بیشتره، اما ممکنه یهو بترسید و بگید خب دیگه اصلا شروعش نمی‌کنم. هرچند که هیچ وقت برای اصلا دوست نداشتم این حرف آخری رو بزنم، ولی چیزیه که گاهی دیدم اتفاق افتاده، ناراحت کننده است خیلی. هیچ وقت برای شروع کردن دیر نیست. به نظر من که نه، واقعا هر آدمی مخاطبای خودشو داره. یه نفر ممکنه از روش تدریس شما خوشش بیاد، یه نفر ممکنه از هنر شما خوشش بیاد. هر چقدر که رقیب توی بازار ببینید هست، اگه الان توی اون نقطه وایسادید که دارید با خودتون میگید حالا چه توی اون دام بیشتر یاد گرفتن افتاده باشید چه نه، کلی این حرف کلی دارم میزنم، اگه کلاً توی یک جایی قرار گرفتید که احساس میکنید رقیبای شما خیلی زیادن و شما توانایی رقابت با اونا رو ندارید، باید بگم این فکر درستی نیست. هر کسی مخاطب خودشو داره. یه نفر ممکنه با اصلا فقط مدل حرف زدن من حال کنه، بیاد مخاطب من بشه. یه نفر ممکنه با چشمای شما، با نوع لباس پوشیدن شما، با اصلا چه میدونم کوچکترین چیز شما، صداقتی که توی چهره شما هست، حال کنه، ارتباط برقرار کنه و بیاد سمت شما و دلش بخواد که از شما یاد بگیره، دلش بخواد کار هنری شما رو بشنوه، دلش بخواد شما رو ببینه. اصلا نترسید و لطفاً اگه توی این دام هستین و خودتون این دام رو برای خودتون نشستین، سر حوصله بافتین، از این دام بیاید بیرون، خودتون رو بکشید بیرون. فرصت همیشه برای یاد گرفتن هست. نذارید به یه جایی برسه که احساس کنید که الان دیگه خسته تر از اونم که بخوام تازه وارد بازار کارش بشم. موفق باشید و امیدوارم که مفید بوده باشه حرفای من برای شما. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.